ای جماعت از چه مینالی؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. مرگ بر آن دورها گفتیم دزد در خانه بود، آخر آن خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خوردن، هرچی هست و بود را اونها به یغما بردن. این دیگر در ذهن مردم دین دزدان حک شده، راه مردم سالها از راه دین ملفک شده. عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود، سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود. سفره ها خالی، پدر شرمنده فرزند شد، هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد. در گرانی ها در صف گدایی کرده ایم، دزدها در پادشاهی ما فقط یک برده ایم. چند درصد در رفاه و مابقی در چنگ فرق، دزدها در حال دزدی مابقی در جنگ فرق. خانه زیبای ما را ساده ویران کردند، روزهایی را که نباید به ایران کردند. راست میگویی خود کرده را تدبیر نیست، ساختن سخت است و امیدی به این تغییر نیست. ای جماعت از چه مینالی؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. درود بر شرف